پس اینجا دلالت به او داره که واقعا فرزندان خواهرزاده رحمانوف چون جنایتکار هستند، جنایت کردگی هستند، مردنک زدگی هستند، تو که یک شرف و ناموس در دست شما نیست. وقتی که یک وزیر از دست خواهرزاده و برادرزاده رحمانوف لط کوب می شود، یعنی تو شخصیت نیستی دیگر، تو هیچ آبرویی در جامعه نداری و ارزنده همون وزارت نیستی. تو باید به استعفا بری. عریضه استعفا رو باید خودت بنویسی. اگر ناموس و شجاعت داری، خواهرزاده های رحمانوف، فرزند خواهرای رحمانوف بعد از درگذشت مادرش مردنک زدن. اگر که پس این چیز برای امروز سیاست روا است، من از تمام مردم خواهش میکنم کسانی که مادراتون از این بیماری گذشت، برادراتون گذشت، فرزنداتون گذشت، برای این یک شتایی بزنینش، چون او براش اجازه داده است، بی ناموس است دیگر. برای این یک شتا بزنین بگو که من هم مثل خواهرزاده رحمانوف، یک مش در هم روش بزنین بگو من هم مثل خواهرزاده رحمانوف. چی میگی؟ و واقعا یک چیزی بسیار مهم بود، یک خبری بسیار مهمی بود که باید جامعه ما ایرا پیگیری میکرد. عبدالله زاده وزیر تندرستی بعد از یک ماه حادثه که گذشت تازه پیدا شده و در روزنامه جمهوریت یک مطلب نوشته کرده است که وزیر تندرستی جمال الدین عبدالله زاده بعد بیشتر از یک ماه با گذشت رادیوی آزادی درباره لطوکوب شدنش از طرف خواهرزاده رئیس جمهوری تاجیکستان واکنش کرد، اما با طور روشن آن را تصدیق یا انکار نکرد. یعنی باز هم واکنش کرده است ولی باز هم 100% این تصدیق یا انکار کرد نکرده است که واقعا 100% نشده است. من اسناد که من روز فلان تاریخ 24 فلان تاریخ من توسط خط سیر سامان ایر، تاجیک ایر، نمیدونم اورال ایر، هر چیزی که نباشه من به مسکو رفتم. من در روزنامه سپوتنیک، در روزنامه مسکو سیتی، در هر روزنامه‌ای که نباشه نزدیک شده هستم، من ملاقات داشتم. این گپا هیچ اسنادی نداره، در حالی که تمام جامعه شهروندی تمام تاجیکستان از این خبر آگاه شدن که وزیر تندرستی از طرف خواهر پسر و بچه خواهرای رئیس جمهور لطوکوب شده است. یعنی اینجا خبر خیلی مهم است در یک جامعه که چون من میدونستم این خبر نه اونقدر مهم بود هیچ واکنش نکردم. یعنی آبروی رئیس جمهور، آبروی رهبر کشور که شما میگین، یعنی برای شما هیچ مهمیتی نیست که امروز آوردن در سطح یک جنایتکار عائله او را قرار دادن که میروه وزیر تندرستی را میزنه، وزیر تندرستی را میزنه. از آوازه ها خبر یافتن چون هم میگفتند در حالی که آنها اساسی واقعی ندارد و گذشته از این لایق واکنش هم نیستند. تصور کنید لایق واکنش هم نیستند. چخیل عائله پرزیدنت، عائله رحمانوف فرزند خواهرش میبیا یک وزیر میزنه، تمام شبکه ها دا پخش میشوه و رادیوی آزادی یکی از شبکه‌های اساسی در میدان سیاست تاجیکستان است که قریب همه پیگیریش میکنه. زیاده از 1 میلیون آبونشی در یوتیوب دارد و سطح دیگر صفحه‌ای که دارد در گوگل اوش دیگه چند میلیون تماشاش میکنن، میخوانن و پیگیری میکنن نمیدونم. یعنی لااقل 1 میلیون آبونشی اون هیچ گپا مینویسه و تصدیقش میکنه که بله همین واقع شده است. ولی بعد از 1 ماه وزیر میبره میگه چون هیچ مهمتی نبود و لایق هم نمیدونید که جواب بدم، با همون خاطر من خاموش ایستادم. در اینجا بحث سر این است که پس آبروی رهبری کشور برای وزیر مهم نیست. یعنی اگر همین واقعا یک عکس میشد، یک نوار میشد، میبرامدی 100% چی میگفتی؟ میگفتی بله مرا زدن. ولی چون متاسفانه شاید دوربین هایی که از جرأت نکردن که نشان بدن یا شاید بعضی چیزایی میشود که در کوتاه‌ترین فرصت از طرف امنیت، از طرف وزارت کارهای داخلی و آن محافظه کس میگیرن زود پاکش میکنن. ولی من مطمئنم، اعتمادم دارم که شاید در دست کسی این ثبت هست، روز حتما میبره و نمایش میتن که واقعیت داره یا کی نداره. چون در بیمارخانه که قرار داشت خودی همون خواهر رحمانوف بیمارخانه خیلی حرفه‌ای ساخته شده، زمانوی است و کامراها و دوربین ها است و برای مثال که ساعتش معین شده است میتونین او دوربین ها را نظر بکنید که لااقل وزیر کی آمده است یا که در جای حادثه رخ داده است. دوربین ها شاید باشد، فرزندای پسر خواهرای رحمانوف میروند میبینن و
این چیزا را همش تصدیق میشوه. فقط یک نفری در کل است که بالای این کار کنه. ولی این وزیر بعد از 1 ماه میبره این خبر را تصدیق نمیکنه، میگه دروغ است، من در سفری کاری بودم، من در فلان جا بودم. خب باید اثبات بیاوه که ما شما را دارم متهم کرده استیم. شما برای که بدونه که ما در این منبر دروغ میگیم باید انا همو چیپتایی که دارین او را برای مردم نشون بدین که مردم من این چیپتایی که ما داشتم. دوربین هایی که در فرودگاه گذاشته شده است، اگر میگه دوربین نداره فرودگاه، پس مهمترین جایهایی که شما بدون دوربین است، کامera نداره، وای به حال اون نظام و وای به حال دولتداری شما در عصر 21 چه نظارت باید باشه. اونجا طبیعی است که دوربین داره. و یک وزیر یک کشور میرود در یک کشور دیگه ملاقات میکنه، لااقل یگام رسانه نبوده است، هیچ یک رسانه لااقل 1-2 کلمه حرف نمیزده است که وزیر تاجیکستان رفته است با ساحه تندرستی فدراسیون روسیه ملاقات کرده است. قضیه هم بوده در مسئله واکسینه سپوتنیک. یعنی یه چیزی مهمتی است که یک وزیر میره، من نمیگم یک مهاجر نیست، یک بلاگر نیست، یک وزیر است، نماینده یک حکومت، نماینده وزارت تندرستی تاجیکستان به مسکو سفر میکنه و در هیچ یک رسانه، هیچ یک رادیو و تلویزیون و خبر و در هیچ جای لااقل یک صفحه نویسته نمیکنه. یعنی اینجا پس دعوای وزیر دروغ است که میگم من سفر خدمتی داشتم. ولی اگر سفر خدمتی میداشتی پس در جای ذکر میشد. اگر به خاطر معیشت رفتی، به خاطر استراحت رفتی، تو همچون یک وزیر در حالتهایی که باید در رخصتی باشی برای. ولی سخنگوی تو نگفت که وزیر در رخصتی است، با او خاطر استراحت رفته است مسکو، چون سفری کاری قطعی رفته است. میگه یعنی تو در رخصتی نیستی. یعنی اگر رخصتی نمیشی، خب بودم دبی میرفتی، امارات میرفتی، مسکو میرفتی، پاریس هر جا که پاریس هر جا که میرفتی او حقیقتی بود چون رخصتی هستی. ولی همچون یک سفری کاری رفتی، همچون یک نماینده مردم تاجیکستان و ساحه طب رفتی و باید در جای ذکر میشد، باید همچون یک شخصی نماینده یک ملت، نماینده یک سرزمین در یک ساحه میروه بدون ذکر نامش، بدون هیچ یک ملاقات، بدون هیچ یک رسانه. در عصر 21 تمام روزنامه‌نگارا امروز دیگر براشون لازم نیست که دوربینای خیلی حرفه‌ای درجه عالی داشته باشن که از 100,000 شماره نوار بکنن. همه تلفن داره، رسانه نوتبوک داره، در همه جاش خبر تیار میکنن. در کدام رسانه روسیه که نوستی است، نمیدونم سپوتنیک است، هر رسانه‌ای که نباشه، ریا است، هر جایی که نباشه میتونن چاپ میکنن. امروز تکنولوژی جدید است دیگه. یک کامپیوتر برای یک روزنامه‌نگار بس است که روز تا بگره خبر بنویسه. با گوشش یک عکس میگیره، ملاقات خواب وزیر تندرستی تاجیکستان با ساحه وزارت تندرستی فدراسیون روسیه، تمام عکس میگیره، 4 خط مینویسه میپرتیه. یعنی همین چیز هم نیست. پس اینجا دلالت به او داره که واقعا فرزندان خواهرزاده رحمانوف چون جنایتکار هستند، جنایت کردگی هستند، ترا مردنک زدگی هستند، تو که یک شرف و ناموس در دست شما نیست. وقتی که یک وزیر از دست خواهرزاده و برادرزاده رحمانوف لط کوب میشوه، یعنی تو شخصیت نیستی دیگر، تو هیچ آبرویی در جامعه نداری و ارزنده همون وزارت نیستی. تو باید به استعفا بری. عریضه استعفا رو باید خودت بنویسی. اگر ناموس و شجاعت داری باید که وقتی وزیر مردم وزیر وقتی که لطو کوب میشوه و طرف هیچ جوابی نمیده، باید این خودش به استعفا میرفت. نه پروکراتوره گنرالی، نه کمیته امنیت، نه وزارت کارهای داخلی، نه سود عالی، هیچ یک نهاد اصلا این مسئله را جدی نگرفتن، پرونده باز نکردن، تفتیش نکردن. پس اینجا باید، چون تو هیچ مهمیتی نداشته برای این 4 تا نهاد و برای خودی عبدالرحمانوف، پس باید خودت همچون یک انسانی سالم عقل که پروفسور میگین، اختیار یک وزیر در سطح وزیر نمیشونه، یک چوپان وزیر باشه. البته از لحاظ بهترین وزیر میشه، بهترین است. یک گروه یک جدا 10 تا بهترین است، بهترینش انتخاب میکنن وزیر. این نمیشه که 100 تا متخصص بهترین موندگی است، روان از همون سطح پایانی یا داتسنت یا مدیر یک کافه داره برام وزیر مونه، در حالی که پروفسور در اینجا نشستگی است، فهمیش و دیدگاهش خوبتر است. پس او باید وزیر باشه و انتخاب رحمانوف هم باید همین است که تو یک بهترین وزیر شدی. پس وقتی که تو عقل داری، علم داری، دانش داری، سواد داری، انسانی سالمی
وقتی که لاتوکوب میشوی در حالی که هیچ یک نهاد نمیره نظارت نمیکنه که چرا دو خواهرزاده رحمانوف تو را میزده است، تو باز هم در وظیفت میسوزی. اگر تو همچون یک قدر و قیمت اخت یک شخصیت اخت میدونی، باید همون روز عریضه به استعفا مینویسی، از همون وزارت گم میشدی و حتی می اومدی در بر ما میسودی میگفتی که بیا برای من وقتی برادر سلمان من در این منبر گپ زنم که واقعا خواهرزاده رحمانوف مرا زد و دعوا میکردی، از خودت دفاع میکردی. چون ناموس در وجود شما نیست. من مطمئنم اگر فرزند رحمانوف کدام یک وزیر را دشنام بکنه، بشته بزنه، دروش توف بکنه، هیچ اعتراض کردن نمیتونه، چون ناموس نیست. یا که در پارلمان کشور اگر فرزند رحمانوف امروز نفری دوم در کشور است، رئیس پارلمان است، لب دل خو وزیر دل خو همون وکیلان پارلمان اگر دشنام بکنه، هیچ یکی از او اعتراض کردن نمیتونن، چون لخته کن اونها به خاطر همون که وکیل باید باشن تمام ناموس و عزت و عقل و شرفشون رو میفروشن، در همون جا بمونن به می خلاص. مثل همین وزیری تندرستی، من دیگر از این به بعد ایرا یک انسانی سالم نمیحسابم. اگر برای خودت معرفی کنی یک انسانی سالمی، باید اثبات بکنی خطری که پرواز کردی، که جا رفتی با کی ملاقات کردی، لااقل تو قطعید یک 4 نفر نبردی، لااقل تو نتونست یک وقتی که جامعه تاجیکستان در این نظر است که تو را خواهرزاده رحمانوف زده است، وقتی تو در سفر کاری هستی تو خودت تنها نمیری، همراهت کسانی است، کسانی که خبرنگار هستند، کسانی که سخنگو هستند، کسانی که تو را معرفیگر هستند. اونها یک خبری باید چاپ بکنن، در کوتاه‌ترین فرصت باید سایت رسمی همون وزارت تندرستی ده اخبار میبرمد که من وزیر در مسکو همراه فلانی ملاقات دارد، ولی این چیزا نشد. همه این چیزا برمیگرده در آنه که به خلاصه اومد که بله وزیر لاتوکوب شده است. وزیر خواهرزاده های رحمانوف، فرزند خواهرای رحمانوف، بعد از درگذشت مادرش مردنک زدن. اگر که پس این چیز برای امروز سیاست روا است، من از تمام مردم خواهش میکنم کسانی که مادراتون از این بیماری گذشت، برادراتون گذشت، فرزنداتون گذشت، برای این یک شتایی بزنینش، چون او براش اجازه داده است، بی‌ناموس است دیگه. برای این یک شتا بزنین بگو که من هم مثل خواهرزاده رحمانوف، یک مش در هم روش بزنین بگو من هم مثل خواهرزاده رحمانوف. چی میگی؟ فردا پروکراتور، سود، امنیت، دیگر دلهاشون باز در خونه‌تون 5 تا ماشین ماندگی تروریسم و اکستریمیسم رفتن زندانه ها. بله، چون خواهرزاده رحمانوف است، براش اجازت است، حکومت رحمانوف چون این اجازت براشون دادگی است، میرن میزنن و باز این میبره، باز میگه بخشش که اومده مرا زدین، خاک تو سری من که مرا شما زدین. این است وزیران ما. سلامت باشین.